درود دوستان گرامی، خوش آمدید به شبکه خودتون. دیروز از فیسبوک یک نوشته بسیار دلچسب رو دسترس کردم و آن رو میخواهم که پیشنهاد شما کنم. اگر برایتان پسند آمد پس لایک گذارید، در کامنتار بنویسید تو چنین گفته ها رو بیشتر پیشنهاد شما کنم. میگه تصور کن که یک صبح از خواب میخیزی و میبینی که هیچ کسی غیر از خودت در دنیا نیست و تو صاحب تمام ثروت روی زمین شده ای. آن روز چه لباسی میپوشی، چه جواهراتی را در خود میآویزی، با چه ماشین سیر میکنی، کدام خانه را برای زندگی انتخاب میکنی. شاید نصف یک روز از این همه ثروت به وجد بیایی، اما کم کم میفهمی که حقیقت چیست. وقتی هیچ کسی نیست که احساسات را با او تقسیم میکنه، لباس نوت را ببیند، برای ماشینت ذوق کند، با تو به گردش رود، کنارت طعام بخورد، همه این داشته هایت برایت آهسته آهسته به ارزش می شود. دیگر رانندگی با ماشین ارزان یا گران عموما فرق ندارد. خانه چند قبطه یا عادی برایت یک می شود. جواهرات دور گردن و دست و برت خوشحالت دیگر نمی کنند. همه اسباب شادی هست اما هیچ کدام شادت نمی کنند، چون کسی نیست که شادیت را با او تقسیم بکنه. آن وقت میفهمی که وجود آدم ها چقدر با ارزش بوده است. میفهمی که هر چیزی کوچک و ساده با دیگران بزرگ و با ارزش است. شاید حاضر باشی تمام دنیا رو بدهی تا آدم ها دوباره کنارت برگردن. بدرود.